سلام برای بچه خفن، چه خبر؟ بچه منم بالاخره اومدم تو یوتیوب و بچه من فکر کردم که تو یوتیوب چی بذارم و بچه به فکرم رسید که درباره فضا مثلا شرکت ناسا و اینجور چیزا واسهتون تحقیق کنم و واسهتون بیام تو شورت ویدیو بهتون بگم. و بچه این اولین شورت ویدیو من هست که میخوام برای مثلا درباره فضا بچه بهتون 3 تا فکت بگم که خیلی خفنه. بریم سراغ این خیلی خفن. لیتس بشنم تو اینجا. خب اولی بچه‌ها، در لباس فضانوردی نمیشه سوت زد. بچه‌ها خیلی عجیبه ها. مثلا تو لباس فضانوردی بپوشی بریم مثلا سوت بخوای بدنی نمیتونی. خب بچه‌ها مثلا یه عکس واسهتون میارم الان. خب اگر خورشید بچه‌ها اندازه یه توپ ساحلی باشه، خب بچه‌ها مثلا خورشید اندازه یک توپ ساحلی باشه، خب و مشتری به اندازه یک توپ گلف میشد و به نظرتون بچه‌ها زمین چقدر میشد؟ به اندازه یک دونه نخود بچه‌ها، نخود.